مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه استانبول پس گرداندند. اکثر برگشته ها میگویند که با هدف کار به ترکیه رفته بودند ولی برایشان اجازه نشد که وارد خاک این کشور گردند. اسدالله شریپوف ساکن 31 ساله شهر دوشنبه روز 5 اوگوست بر رادیو آزادی گفت که 1 سپتامبر به این کشور سفر کرده بود، اما او و 8 نفر دیگر را به تاجیکستان برگرداندند. او گفت دوستانش در ترکیه کار میکردند و او را برای کار دعوت کرده بودند. ما رفتیم اما ایرپورت خام بیدیم اگرانشین فستانمون که با چی مقصد آمدیم. ما گفتیم خیلی مقصد کار آمدیم. بعد گرفتم بردمون یوانچی شوبه. اما 3 روز ما رو ماخدانه و برای آوردن در امی ایرپورت اسدالله که تازه به تاجیکستان رسیده بود در صحبت بر رادیو آزادی گفت در فرودگاه یک نفری لباس ملکی بر تن رقم تلفنشان را نوشته گرفت و گفت که بعدا آنها را برای صحبت دعوت میکند. شرکت هواپیمایی سامان ایر نیز پس گرداندن مهاجران تاجیک را تصدیق کرد. نماینده شرکت گفت پس گرداندن مهاجران از فرودگاه به منفعت آنها نیست چون کسی پول بلیط بازگشت آنها را پرداخت نمی کند. سنجر جورابکوف که 2 سال باز در ترکیه در ساختمان کار میکند گفت هفته گذشته برای پیشواز دوستش به فرودگاه رفت ولی او را از فرودگاه به اداره پلیس برده بعدا به تاجیکستان اخراج کردند. او در یک صحبت با رادیو آزادی از شهر استانبول گفت همقشلاقیت آمد ما رفتم که نمانده پرسیدم که برای چی نمانده گفتی میگه که حالی نه بعد سیچم گفت برای همین نمانده بود. برای چی که میدونی ایرپورت چی شده بود یک تروریست یک لشکرش یافته برای همین یوانچی گفته نمیدونم از کجاست برای همین نمانده. مقامات تاجیکستان وجود تفتیش و سنجش های مخصوصی مسافران و بازپس فرستادن بعضی آنها در فرودگاه های ترکیه را تصدیق میکنند. یک مقام حکومت تاجیکستان که از این قضیه آگاه است به شرط افشا نشدن نامش گفت در ترکیه حالا وضع فوق العاده عمل میکند و مقامات این کشور هر شهروندی را که نسبتش مشکوک میشوند تلاش میکنند به حدود ترکیه راه ندهند. این مقامدار تاجیک گفت از سنجش های مسئولین فرودگاه ها نباید رنجید و یا رموز دیگر گرفت. او گفت مثلا وقتی شهروندان ما می روند در کیسه اشان 100-200 دلار دارند. از او میپرسند که برای چند مدت به ترکیه آمده است و این میگوید 1 ماه. از روی مقررات ترکیه برای هر روزی بود و باش در این کشور یک نفر نباید کمتر از 50 دلار مبلغ داشته باشد. بر اساس حساب‌های غیر رسمی حالا در ترکیه از 2 تا 5 هزار مهاجر کره تاجیک به سر میبرند. آنها اکثرا نفرانی هستند که از روسیه اخراج شدند و برای خود در ترکیه کار پیدا کردند.